به نظرتون من گونه هم کمه، نیازی به داشتن گونه تو آینده دارم؟ عرض کنم خدمتتون که اینا یه مقدار زیاد استخوانی هن. ما باید یه مقدار حجم به اینا اضافه بکنیم که مجموعش میشه کاری به نام کانتورینگ صورت. شما کادر صورتتون یه مقداری باید حجم بگیره. کارم با تزریق فیلر انجام میشه. میگم برای صورت به جای اینکه از فیلر یه چربی مصنوعی استفاده کنم، از چربی دور شکمم فقط یه مقدار به قول شما اون حجم رو بدم. ببینید چربی خوبیای خودشو داره، بدیای خودش هم داره. یه خوبیش اینه که خب از بدن خودته و مثلا شناسایی شده روی پوست. آره تداخلی ایجاد نمیکنه. از یه نکتهش اینه. ولی چربی چون حجم زیاد باید برای صورت شما استفاده بشه، ممکنه بعد از یه مدتی ناهموار بشه، جابجایی هایی داشته باشه توی صورتت. چربی اگر از یه حدی بیشتر بگذره ممکنه جابجا بشه. من پیشنهادم چربی نیست. من کلا طرفدار روش هایی ام که اثر دائمی از خودشون باقی نمیذارن.